سلام دوستان عزیز، چطورید؟ امروز اومدیم بهتون آموزش بدیم که توی کیف پول هوکاییکس یه دونه اکانت واسه خودتون بسازید که بعداً برید ربات چینتون رو بهش وصل کنید و برید تو فاز فروش. خیلی خب، ما رفتیم این صرافی رو از فروشی ها ریختیم، اسمش رو بزنید خیلی راحت میاد واسه و میتونید دستش کنید. باید میستیم که بزنیم توش رو بریم چیه دیگه. بعد حالا که زدیم روش، حالا این قسمت میبینیم که زده ولت، روی گزینه ولت میزنیم و وای میستیم. حالا این اوکی رو میزنیم، چیز خاصی نیست. اوکی که زدیم، حالا روی این گزینه میزنیم و بعد وای میستیم تا این گزینه مثلا بالا بیاد که میخواد اثر انگشت رو بگیره، میزنیم و اثر انگشتمون هم بهش میدیم و بعدش این قسمت میبینیم که ما دو تا گزینه آورده. گزینه پایینی رو میزنیم که بریم واسه خودمون رمز رو تولید کنیم. روی این گزینه زدیم، روی این فلش میزنیم و حالا اینجا میتونید ویدیو رو اسکیپ کنید واسه خودتون. اثر انگشت رو میزنید. حالا اینجا یه گزینه چشمی واسه ما آورده که وقتی روی این بزنیم بهمون حروفی میده که رمز ولتمونه و دوستان حواستون باشه اصلا این رمز رو به هیچ کس ندید، چون راحت میتونه به حساب شما دسترسی پیدا کنه و سرمایه‌تون رو بکشه بیرون. حالا اینجا میبینید که من یه اسکرین گرفتم، حتما یه جا یادداشتش کنید و بعد از اینکه یادداشتش کردید روی گزینه پایین که سیاه رنگه میزنید. واسهتون من با فلش علامت زدم. حالا اینجا از ما یه آزمون میگیره که ببینه آیا ما درست اون رو یادداشت کردیم یا نه، که میبینیم شماره 1 چیه، میایم خیلی راحت واردش میکنیم، شماره 2 و همینطور شماره 3. بعد اینکه وارد کردیم گزینه رو میزنیم و تمام. الان ما واسه خودمون یک اکانت ساختیم و حالا میتونید خیلی راحت برید ربات چینتون رو بهش وصل کنید و برید تو فاز فروش که تو ویدیو بعدی بهتون گفتم. حتما ویدیو بعدی رو ببینید که چطوری این حرکت رو انجام بدید. لایک و فالو و سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم.